در جریان سفر کاری در شهر خوروغ از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان پول ماشینگذار که دو ساحل رودخانه غوند را در موضع‌های شریف آباد و پرینین مرکز ولایت با هم پیوست نمود مورد بهره برداری قرار گرفت. پول مذکور در دایره مناسبت‌های نیک و دوستانه دو کشور همجوار جمهوری تاجیکستان و جمهوری خلقی چین بنیاد گردیده در از بین بردن مشکلات نه تنها شهر خوروغ بلکه نویه‌ها جهت حرکت منظم نقلیات زمینه با اعتماد می‌گذارد. گلو خواهد خلوش شدیم جنوب اولی و زور رحمت زور رحمت بسیار فرستنده استیم خوش آمدید. یک جا آباد میشه اینقدر کارخانه ها بنیاد کرد بسیار آبادی کردی جنوب اولی ولی با آباد میشه میگم که جنوب اولی در سال یک بار نیا 4 بار همین بادکشون ما همین خیلی آباد سلام. در مراسم افتتاح این انشاءات نه تنها برای مرکز ولایت بلکه نویه‌های روشقلا و اشکاشم مهم اطلاع داده شد که کارهای ساختمانی در اینجا از 1 یونی سال 2023 آغاز گردیده. در پیشبرد آنها در برابر پولسازان شرکت چینایی چاینا رود بریج کارپوریشن همچنین مهندسان وطنی نیز سهم باسزا گذاشتند. درازی پول 200 متر بوده، پهنای آن باشد 10 متر را در بر میگیرد. پول زمانوی با تکیه بر 7 عدد تکیه‌گاه‌ها استوار بوده، با دیوارهای محافظتی و تکیه دیوارها تامین میباشد. فرمایشگر ساختمان وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان بوده. برای انجام پورای کارها مبلغ زیاده از 4 میلیون دلار آمریکایی مصرف گردید. ساختمان این پول در دایره همکاری‌های سودمند حکومت جمهوری تاجیکستان با بانک جهانی مرحله 4 برنامه بهتر نمودن راههای علاقه منطقوی در آسیای مرکزی در شهر خوروغ به راه گذاشته شد. قد پول ماشینگذار پنجره‌های آهنی نصب شده از دو طرف راه نقلیات راههای پیاده‌گذر در مساحت 220 متر ساخته شده است. برای حرکت باشندگان در این پول از دو طرف انشاءات راههای برآمد و فرآمد بنیاد گردیده شرایط مساعد فراهم آورده شده است. این انشاءات بسا مهم برای خواجگی شهر خوروغ با چراغک‌های آرایشی تامین بوده شبانگاهان منظره دلفریب دارد. در مراسم افتتاح پول ماشینگذار پرزیدنت مملکت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ابراز داشت که بنیاد راه و پول‌ها در زمان صاحب استقلالی یکی از سمت‌های مهم فعالیت حکومت مملکت محسوب می‌یابد، زیرا بنیاد راه و پول‌ها اهمیت بزرگی اقتصادی و اجتماعی داشته در بهتر گردیدن سطح زندگی اهالی و رشد اقتصادیات مملکت زمینه استوار می‌گذارد. هدف و مقصد این لایحه بلند برداشتن ثمره‌ناکی سودای بین سرحدی بین منطقه‌ای و استواری برای خطرهای حرکت‌های طبیعی و بی‌خطری اینفراستراکچور روی اتومبیلگرد ولایت مختار کوهستان بدخشان میباشد. این اقدام در لایحه برامون 4 یعنی لایحه بهتر نمودن حرکت‌های را در ولایت مختار کوهستان بدخشان و با دستگیری پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان می باشد و ما از این اقدام بسیار خرسندیم که لایحه زیادتر شوند و رشد اقتصادی در ولایت مختار کوهستان بخشان بهتر شود. ساختمان پول ماشینگذار در محله شریف آباد که برای اقتصادیات و بهداشت زندگی مردم این منطقه خیلی مهم ارزیابی می‌گردد، وسیله بهترین رفت و آمد ساکنان از میان برداشتن حالت‌های تنبشوی در راه‌های مرکزی شهر به حساب می‌رود. با دستور ادارات اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بهر بهتر کردن انفراستراکچور نقلیاتی در شهر و نواحی ولایت و اندیشیدن چاره‌های علاوگی جهت بخطری حرکت وسایل نقلیات در شهر و نواحی ولایت قرارداد بین وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و شرکت چینی چاینا رود کارپوریشن در دوره برنامه بهتر نمودن راه علاقه منطقوی در آسیا مرکزی مرحله 4 از تاریخ 27 مارس سال 2023 قرارداد به امضا رسیده بود. طبق قرارداد در ولایت مختار کوهستان بدخشان در شهر خوروغ ساختمان کوپروک از بالای دریای غوند در موضع سلخوزتکنیک به مسافه 200 متر و پیوسته به آن روی 1.7 کیلومتر در موضع برسیم باشد نوع شغنان 3 تا شد، یعنی دولان ضد ترموی به مسافه 550 متر، کوپروک از بالای دریاچه شوردره به مسافه 85 متر و پیوسته به آن روی 13 کیلومتر را در بر میگیرد. بود ذکر کرد که برای ساختمان این انشاءات
زیاده از 30 میلیون دلار آمریکایی صرف کرده شده است. سرور مملکت محترم امامعلی رحمان افتتاح پل ماشینگذر را برای حیات اقتصادی ساکنان فعال نیک ارزیابی نموده. ذکر داشتند که تاجیکستان با ساختمان و ازنوسازی راه و پلها و نقبا مسیرهای دوستی را میان منطقه‌های گوناگون کشور کوتاه نموده برای بی‌خطری حرکت نقلیات، حمل و نقل مال و کالا شرایط مساعد فراهم آورد. ساکنان از بنیاد و با استفاده‌دهی پل ماشینگذر اظهار خوشنودی نموده به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان منتداری بی‌اندازه را بیان داشتند. دوام سالهای صاحب‌سالی کشور و بهتر گردیدن سطح صفت ساکنان کشور با خصوص ولایت مختار کوهستان بدخشان در شهر خروق زیاد گردیدن تعداد نقلیات، مشکلات تنباشوی نقلیات در رو به میان آمد. با مقصدی به این مشکل روا بخشیدن ساکنان شهر در اساس دستور سپارش‌های بی‌واسطه اساسگذار سال وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمانوف پل کلانترین ماشینگذر در محله دشت پایان تو شریف آباد آغاز گردید. این شد برای خواجگی خلق نه تنها شهر ولایت بلکه جمهوری مهم در مدت معین شده اجانب متخصصان داخل و خارج بنیاد گردید. امروز اجانب پیشوای معظم ملت مورد بهره‌برداری قرار داده شد. این اقدام در برابر آسان و سبک گردیدن مشکلات مردم همزمان با آبادی گردیدن گوشه دیار مساعدت می‌کند. من منتداری صمیمی کل ساکنان شهر با اساسگذار سال وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می‌رسانم و جواباً به همه دستگیران رهبر عالی کشور کوشش میکنم من باید میز در آبادی نمونه هر گوشه دیون سامگذاری نماییم. افتتاح پل در پیشروی روز وحدت ملی تحفه ارزشمند است از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان برای باشندگان شهر خروق و ناحیه‌های گرد و اطراف مرکز ولایت.